سلام دوستان عزیز و گرامی، تو این پیج میخوام طب سنتی رو با روش کاملا متفاوتی به شما ارائه کنم. عزیزان، بر اساس سالها تحقیق و تجربه به این نتیجه رسیدم که علت و سرمنشأ تمام بیماری ها، چه بیماری های جسمی و چه بیماری های روحی، علتش انسداد، گرفتگی و یا اسپاسمه. حالا براتون میگم 5 عامل پیدا کردم که باعث انسدادهای جسمی میشه. یکی یا سردی خیلی زیاد، یا گرمی خیلی زیاد، یا خشکی خیلی زیاد، یا رطوبت خیلی زیاد، و یا در آخر ممکنه از عفونت باشه. بعداً بر همین اساس راهکار و درمان همه بیماری ها رو براتون توضیح میدم. حتی بیماری های روحی هم مقدار زیادیش متأثر از همین انسدادهای جسمانیه و بقیه علتهاش که مربوط به انسدادهای روانی یا متافیزیک میشه، اونا رو هم انشاءالله براتون توضیح میدم. پس تا دیداری دیگر، بدرود.